توی تهران عمده فروش‌های خیلی متفاوتی در مرکز خریدهای مختلف هستن که ما امروز اومدیم 6 از گرونترین و بهترین مرکز خریدهای تهران رو بهتون معرفی کنیم. پس این ویدیو رو لایک کنید، چنل ما رو سابسکرایب کنید تا بریم سراغ ویدیومون. مرکز خرید پالادیوم تهران یکی از مراکز خرید مدرن و جدید شهر تهران مرکز خرید پالادیومه که به خاطر فروش انواع کالاهای برند داخلی و خارجی محبوبه. انواع کیف و کفش، پوشاک و زیورآلات مارک رو میتونید در مرکز خرید پالادیوم پیدا کنید. برندهای معروفی مثل آدیداس، پوما، نایکی، ریباک، تیتی، جنیفر و غیره در این مرکز خرید پیدا میشه. علاوه بر این برندها میتونید محصولات فرهنگی، انواع لوازم التحریر، مواد غذایی و خوراکی، اسباب بازی، شکلات و شیرینی و غیره رو نیز در این مرکز خرید پیدا کنید. فودکورت ها و رستوران های گرون قیمت و لوکسی هم در این مرکز خرید قرار دارن. به عبارتی هر چیزی که نیاز داشته باشید میتونید در این فروشگاه بزرگ پیدا کنید. مرکز خرید بعدی مرکز خرید گالریای تهران هستش. یکی از زیباترین و بهترین مراکز خرید تهران که در منطقه لوکس ولنجک قرار گرفته مرکز خرید گالری است. این مرکز خرید مکان خوبی برای خرید لوازم تزیینی، پوشاک، کیف و کفش، طلا و جواهرات و سایر کالاهای لوکس مثل ساعت‌های گرون قیمت از برندهای معروف خارجیه. اگه به کالاهای برند اسکیچرز، آرمانی، پیر کاردین و درسی علاقه دارید حتما باید سری به مرکز خرید گالریا بزنید. این مرکز خرید دارای امکانات دیگه‌ای مثل کافی شاپ، فودکورت، رستوران‌های ایتالیایی، آسیایی، ترکی و غیره است. سالن‌های ورزشی و زیبایی هم جزء دیگری از این مجموعه زیبا هستند. یک لوستر بسیار بزرگ که بیش از 30 متر ارتفاع داره در وسط این مجتمع تجاری قرار گرفته که جزء جاذبه‌های اصلی اون محسوب میشه. مرکز خرید بعدی مرکز خرید سام سنتر تهرانه. این مرکز خرید هم که به خاطر طراحی بسیار ویژه و نورپردازی های خاصی که در طول شب نمای بسیار چشم نوازی رو ایجاد میکنه معروفه. مرکز خرید سام در شمال شهر تهران قرار گرفته. اگر به عطرهای خارجی، لوازم آرایشی، عینک، محصولات چرمی، اکسسوری های زنانه و مردانه از برندهایی مثل بولگاری، مونبلان و چروتی علاقه دارید حتما باید برای خرید به خیابان الهیه برید و سری به مرکز خرید سام سنتر بزنید. یک رستوران بسیار لوکس در طبقه آخر این مرکز خرید قرار داره که نمای بسیار زیبایی از شهر تهران رو پیش روی تماشاگران قرار میده. مجتمع تجاری کوروش در میان گرونترین و بهترین مراکز خرید تهران نام مجتمع تجاری کوروش هم قرار میگیره که در شمال غرب تهران قرار گرفته. در این مرکز خرید سیسمونی، لوازم خانگی، پوشاک مردانه و زنانه، آجیل و خشکبار، طلا و جواهر و هر چی که فکرش رو بکنید پیدا میشه. علاوه بر برندهای معروف خارجی مثل پوما، آدیداس، اسکیچرز و غیره میتونید برندهای معروف ایرانی رو هم پیدا کنید. در بخش فروشگاه‌های موبایل مجتمع تجاری کوروش یک تراریوم بسیار بزرگ شیشه‌ای و زیبا قرار گرفته که به نماد این مرکز خرید تجاری تبدیل شده. انواع رستوران‌های فست فود نیز در طبقه دوم این مرکز خرید وجود دارن و یک پردیس سینمایی هم در این مجتمع با 14 سالن سینمایی قرار داره. به خاطر وسعت این مجتمع تجاری هر چیزی که نیاز داشته باشید رو میتونید اونجا پیدا کنید. مرکز تجاری مدرن الهیه. مرکز خرید مدرن الهیه که یک ساختمان 11 طبقه است، یکی دیگه از بهترین مراکز خرید تهران محسوب میشه. در این مجتمع تجاری میتونید انواع لوازم ورزشی، لوازم آرایشی، کیف و کفش، پوشاک زنانه و مردانه، جواهرات و غیره رو پیدا کنید. این مجتمع تجاری دارای رستوران و کافی شاپ هم هست. در این مرکز تجاری سالن اجتماعات و پارکینگ اختصاصی یا اینترنت رایگان هم دارید. مرکز خرید اسکای سنتر لواسان در شمال تهران و منطقه لواسان هم مجتمع‌های تجاری بسیار لوکس و شیکی قرار داره. مرکز خرید اسکای سنتر به خاطر نمای زیبا و خیره کننده‌ای که داره توجه همگان رو به خودش جلب میکنه.
افرادی که وارد این مجتمع تجاری میشن میتونن از طبقه اول منظره زیبایی از طبیعت سرسبز لواسان و سد لطیان رو پیش روی خودشون ببینن. انواع مبلمان، فرش، میز ناهارخوری در این مجتمع تجاری به فروش میرسه. علاوه بر اینها پوشاک، جواهرات و سایر کالاهای دیگه نیز در این فروشگاه موجوده. رستوران‌های با کیفیت و گرون این مجتمع تجاری و فروشگاه بزرگ کتاب نیز جز مهمترین بخش‌های این مرکز خرید هستند. و جالب اینجاست که بدونید گالری جواهر علی دایی هم در این مرکز خرید قرار داره. ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. فراموش نکنید چنل ما رو سابسکرایب کنید. اگر هم 2 ویدیوی قبلی ما رو ندیدید حتما تماشا کنید، چون مطمئنم که خوشتون میاد. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدارتون.